تو ماینکرافت بالای 20 تا بایوم وجود داره که همیشه اصلا سوال بود بهترین بایوم ماینکرافت کدومه. برای این که ما به جواب این سوال برسیم تک تک بایوم‌های ماینکرافت رو از اونی که واقعا خفنه تا اون که آشغاله رتبه بندی میکنم تا بالاخره بتونیم جواب نهایی که هممون منتظرش بودیم و پیدا کنیم. من این بایوما رو بر اساس 2 تا معیار رتبه بندی میکنم. اولش زیبایی ظاهری اون بایومه، دومیش هم کاربرد اون بایوم توی خود بازیه. میخوام با قشنگترین و قدیمیترین بایوم شروع کنم. صاف و سوسترین بایوم ماینکرافت یعنی پلینز. کلا وقتی اول بازی داخل بایوم پلینز اسپان بشی یه آرامش خاصی به دست میده. علاوه بر اینکه خودش خیلی جای خفنیه، استراکچری هم که داخلش هست، اینی ویلیج بایوم پلینز واقعا چیز خفنیه و از بهترین ویلیج‌های ماینکرافته. پس با توجه به زیبا بودنش و داشتن این ویلیج اینقدر کاربردیه میذارمش توی رتبه عالی. چرا که نه؟ بریم سراغ لاشکیو. بیشتر اوقات ما برای پیدا کردن لاشکیو نمیریم، یا اتفاقی درختشو پیدا میکنیم یا موقع دایموند کندن یهو بهش میرسیم. داخل این بایوم اکسلاتولا رو میتونیم پیدا کنیم که وقتی با ما به دریای پیششون فایت میدیم ممکنه بهمون افکت ریجنریشن بدن. به خاطر اینکه خودش بایوم خشکیدیه و اینکه این اکسلاتیا یکم کاربردیان میزانمش چیه رتبه خوب. البته اینم بهتون بگم که نتیجه نهایی قرار خیلی خفن باشه، پس تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. بایوم بعدیمون بدلنده. درسته که بایوم بدلند بهترین راه به دست آوردن تراکوتاست و اینکه توش میتونی کلی طلا پیدا کنی و اینکه توش آرمادیلو وجود داره که برای سگات زره بسازی، ولی بازم از نظر ظاهری واقعا زشته. پس با توجه به اینکه خودش زشته ولی هم کاربرد داره میذارمش یه رتبه متوسط. نگران نباش، ویدیو گیر نکرده، من کرم رشتم. دیپ دارک بایومی که اونو بیشتر به خاطر استراکچر خفنش یعنی انچنت سیتی میشناسن که لوت چستای واقعا عالی دارن. البته همیشه نمیشه انتظار انچنت سیتی رو ازشون داشت. بدون شک میذارمش توی رتبه خفن چون واقعا حقشه. خب مثل اینکه یه بایوم مزخرف داریم. هیچ فرقی با غارای عادی ندارن، چرا اصلا بدتر هم هستن چون توشون پر از این تیغ داراست. البته توشون میتونی کلی کاپر هم گیر بیارید که اونم به درد نمیخوره. راستی یادم رفت بگم که میتونید با این تریپستونا لاوا جنریتور هم درست کنید. البته میدونیم که میتونیم با مستر تریدر هم دیبستون بخریم، پس حتما نیاز به رفتن داخل این بایوم نیست. من که میذارمش توی رتبه بد. حالا شما رو نمیدونم. حالا بازم سوال شد اینجا بدی، پس آشغال ترین بایوم ماینکرافت کدومه؟ وقتش بریم سراغ یه بایوم خفن مثل پیل گاردن. بایوم پی گاردن واقعا یکی از محبوب‌ترین بایوم‌های ماینکرافته. یه نکته‌ای که راجع به این بایوم وجود داره اینه که وقتی واردش میشیم آسمون از رنگ آبی به خاکستری تغییر میکنه. این درخت پیل آکه که میتونید باهاش این لوازم چوبی باحال رو درست کنید. اینا قلب کریکینگه که باعث اسپانش میشه. اینا هم رزینن که میتونید باهاش این بلاک‌های باحال رو درست کنید. من بهش یه عالی قوی میدم چون چوباش واقعا خوشگله. اینجا میخواستم برم سراغ روی بایوم دریایی که فهمیدم برای پیدا کردنش اول بعد این سراغ بایوم دزرت. بایوم دزرت واقعا جای باحالیه.
توش میتونید کلی کاکتوس گیر بیارید و برید به شترها بخورن و جون بگیرن. فقط بدی این بایم اینه که مابای هاستایل تو روز نمیسوزن یا دیسپان نمیشن. این هاسکای بی‌لعنتی وقتی میزننمون بهمون افکت هامگر میدن. مهمترین استراکچر این بایم که دیزرت تمپل است فراموش نکنیم. البته حواستون باشه که همیشه این بلاک رو بکنید، چون اگه این بلاک وسطی رو بکنید مثلا دود چستای خیلی خوبی دارن و نمیدونم چرا بعد من فقط چرت و پرته. روستاش هم که آدم رو یاد سریال یوسف پیامبر میندازه. شماها چگونه اینجا زندگی میکنید؟ اون بایم دریایی هم که ازش حرف میزدم بایم وارم اوشنه که خودش خیلی جای خوشگلیه و به خاطر تخم اسینسر و اوشن روینزای وار جای کاربردی هم به حساب میاد. اگه میخواید بیشتر درباره بایم وارم اوشن بدونید این ویدیو اویژن زایکونیک رو حتما ببینید. به نظرم رتبه خوب برای دیزرت و رتبه متوسط برای وارم اوشن برای جفتشون خوبه. تایگا این دوربین رنگ کجاست؟ بایم تایو تنها جاییه که میتونید توش این سایزهای قدیمی بازی رو پیدا کنید. اینجا درختای اسپرودز هم هستن که درختای خیلی درازی هن و میتونید باش این وسایل چوبی خوشگل رو درست کنید. در مهمترین بخش بایم تایگا که ویلیجاشن هم فراموش نکنیم که بهترین روت ویلیج بین بقیه ویلیجا رو دارن. با توجه به اینکه بهترین یوت ویلیج داره و درختاش هم خیلی خوشگلن میذارمش توی رتبه خوب. ساوانا این درختی که داخل بایم ساوانا اسمان میشه. جالبه بدونید این بایم آرمادیلو داره، خوک و گاو به نوع خودشو داره و از همه مهمتر لاما داره. مهمترین آیتمی که میتونید داخل این بایم پیدا کنید صدلی. اینم نوع معماری خونه شونه. بشید داخل چیستاشون نقشه هم پیدا کنید. بهش نمره متوسط میدم. فروزن اوشن بدون شک آشغال‌ترین بایم ماینکرافته. شاید فکر کنید به خاطر اینکه داخل اینجا میتونید با قایق خیلی سریع حرکت کنید به این دلیل بایم خوبی به حساب بیاد. ولی خوب تا وقتی که الایتراز کی به این نیاز داره. از نظر من آشغالی. فارست بایم فارست که نیاز به توضیح دادن نداره. همتون میشناسیدش، همتون هم میدونید چه نمره میخوام بهش بدم. بیچ فارست ظاهر همچین خوبی که نده. تو این چند وقتم به جنگلاش فقط یه دونه گل اضافه شده. چوباش هم که بیشتر به درد لوازم آشپزخانه میخوره. به نظرم بدارمش تو متوسط براش خوبه. دارک فارست ظاهرش خوبه، چوباش خوبه، از این برگا داره که یکی از بهترین سوختای ماینکرافتن. توش میتونید آرچ پیدا کنید و از همه بهتر یکی از بهترین استراکچرهای ماینکرافت داره که اسمش وودلند منشنه. وودلند منشن هم که پر از اتاقهای با جزئیات و انمی‌های حسن و لوت‌های با ارزشه. تو مشت میذارمش توی رتبه خفن. از اونجایی که ماینکرافت بایمای خیلی زیادی داره، اگه من بخوام همشون داخل یه ویدیو رتبه بندی کنم مدت زمان ویدیو خیلی میره بالا. پس این ویدیو رو 2 تا پارت میکنیم و تو پارت بعدی بقیه بایمای مونده و حتی بایمای ندری هم رتبه بندی میکنیم. تا ویدیو بعدی خداحافظ.